السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال در نواز شما گفتین که شخص باید وصیت کنه، شخصی که بیمار است یا که نزدیک است به مرگ، مقصد اما شخص هایی که وصیت نمیکنن یا فراموش میکنن یا مقصد وصیت نامه ننوشته میمورن و خانوادهشون این هم نمیدونن که یا روزه داشته است نمی ماه نداشته است یا نماز چند خضو داشته است، خبردار نیستن. اینا از خانش روزه بگیرن میشه باید یکم خیلی که نمیدونن که چند قدر روز قضا کرده است. این است نتیجه اهمیت ندادن به وصیت. وقتی که از یک آدم قرضدار هستید و نگفته میرید، قرض به فرزنداتون نمیگوید که من فلانی قرضدارم، وفات میکنید، انا بعد عذاب خودتون میکشید در آخرت. قرض مخلوقات هم، قرض الله تعالی هم، چونکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لو کان علی امک دین اکنت قاضیتیه قالت نعم قال فدین الله احق ان یقضى. از زنی آمده گفت که یا رسول الله مادرم روزه قرضدار بود، چیکار کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر مادرت قرضدار میشد قرض مادرت را ادا میکردی؟ گفت آره. گفتند که دین الله احق ان یقضى، قرض الله تعالی سزاوارتر است که ادا کرده شود. بله روزه دار گفتند اگر شما قرضی که از مردم دارید نگفته وفات میکنید، عذاب خودتون است. بنابراین یک روز زنده هستید، 2 روز زنده هستید، وصیتتان در زیر بارشتان باشد. با هر باره به آن وصیت نظر میکنید و تغییرات وارد کرده میستید. مثلا قرضتان 1000 بود، 500 ماند، میگوید که 500 باقی ماند، تا اینکه یگان بی انصاف 1000 بود گفته 1000 همیشه نگیرد، یعنی که به اصلاح میکنید. یا که 1000 2000 شده باشد و 2000 میکنید. اینچنین قرض خودتون هم. زنها روزه نداشتگی هست وقتی که فرزنداش یا حامله بود یا شیرخوار بود، چندین سال نداشته است، 200 روز 300 روز قرضدار است، هیچ کس آگاه نکرده میمورد. این هم بعد برده دفن میکنن، دیگه همه به کار خودش آوره، دیگه اپی زنگیری، زنک مرد دیگر از پی زنگ زنی نوگیری. دیگه این زن قرض داشت نداشت، هیچ کی فرزندای اپی تلفن بازی خودشون آوره، هیچ کس فکری مادرش نمیکند. بنابراین تا خودتون به خودتون اگر رحم نکنید و هر کاری که برای فایدهتون هست از پی خودتون نشوید، به امیدی کس نشوید. به امیدی کس نشوید که من مورم فلانی ها قرضی من صاف میکند. نه. ولی من بعضی بسیار آدمای نزدیک میدونم پدرهاش بسیار براش نیکی کرده است، خانه کرد، بیچاره مهنت کرد، همین فرزندام عذاب نکشد، گفته زن نگرفت، به عرق جبین شب و روز همین فرزندام با وایه رو سنفته مهنت میکرد، قرضدار شده مرد، همون قرضم به خاطر فرزندش شده گرفته است. فرزندام شکماشون کلان گشتیم، 1 سال 2 سال شد به مرگ پدر، قرض پدر صاف نمیکنن. برای همین برادر عزیز، بنابراین الله تعالی گفت که از همسر و فرزندان شما، یعنی نه همه همسران و فرزندان، بعضیش دشمنای شما، گفت شما به خاطر وای شده روزه نداشتید، نمازاتون قضا کردید، به خاطر وای شده بسیار مهنت ها کشیدید، عذاب ها کشیدید، در مهاجرت مهنت کردید، اونو در تاجیکستان در دستاشون تلفن شب و روز در گناه، شما در اینجا در وگان خوابید، پول میفرستید اونجا و مال شما خیانت دارن. برای همین ها شده شما نمازتون قضا میکنید، برای همین ها شده شما از دینتان تنازل میکنید. بنابراین اولین درجه یعنی فکری خودتون نکنید. هیچ کس بعد وفات شما قرض شما رو نمیدهد. این مسئله اول. مسئله دیگر غالب ظن هست. یعنی اگر شما دانید که همین زن، همین مرد که گذشت ذکر میکرد که من 20 روز قرضدار هستم یا 30 روز قرضدار هستم، یعنی به اکثر گمانتان همون قرضاش حرکت میکنید، جستجو کنید و صاف کنید.